Y'all need to stop following every trend. That Labubu doll, it's evil. یه عروسک کوچیک با لبخندی بزرگ، اما پشت اون لبخند یه راز تاریک پنهانه. لبوبو یه اسم ساده است، اما تو فضای مجازی تبدیل شده به نماد ترس، نفرین و حتی شیطان. بعضیا میگن شبها خودش حرکت میکنه، بعضیا دیگه میگن با بچه‌ها حرف میزنه. درود جذاب لعنتی، خوش اومدید به یک قسمت دیگر از فرهاد شو. من فرهادم. امشب میریم سراغ یکی از ترندهای مجازی و بیرون مجازی، یه عروسکی که امروز بچه ها براش گریه میکنن که پدر مادرها براشون بخرن و میریم ببینیم پشت پرده این عروسک چیه. بمون تا آخر ویدیو، چون قراره چیزهایی بشنوی که شاید هیچ وقت فراموش نکنی. خب، لبوبو توسط هنرمند چینی کاسینگ لونگ طراحی شده با هدف خلاقیت و بازیگوشی. بخشی از مجموعه‌ای به نام The Monsters یا همون هیولاها که شامل هیولاها و موجودات خیالی با ظاهر کودکانه و اما ظاهر غیرعادی لبوبو باعث شد که خیلی ازش بترسن و درک ترسناکی از این عروسک داشته باشن. شایعات از تیک تاک شروع شد، ویدیوهایی که نشون میداد لبوبو خودش شبها بدون دخالت هیچ کسی حرکت میکنه. بعضیا گفتن لبوبو مثل بازی نهنگ آبی دستورالعمل‌های خطرناکی به صاحباش میداد، یا روایت‌هایی از بچه‌هایی که بعد از گرفتن لبوبو دچار افسردگی‌های شدید، رفتارهای عجیب و یا کابوس‌های پی در پی شدن که جلوتر بهشون میپردازن. داستان لبوبو شباهت‌های زیادی به عروسک‌های معروف نفرین شده دیگه داره، مثل رابرت، عروسکی در فلوریدا که باعث مرگ صاحبش شد. رابرت، من سنج دوست ندارم. بریم سراغ بقیه ویدیو. یا آنابل، عروسکی که الهام بخش فیلم‌های سینمایی ترسناک شد. یا تابلوی گریه کننده، تابلویی که هر کس می‌خریدش خونش آتیش می‌گرفت. این افسانه ها نشون میدن انسان همیشه از اشیای بیجان اما با ظاهر عجیب میترسه. لبوبو هم وارد این لیست شده، حتی با اینکه هدفش سرگرمی بوده. بچه‌ها، پدیده‌ای به نام آنکانی والی وجود داره که وقتی یه چیزی خیلی شبیه انسانه ولی یه جاش فرق داره، یه جاش متفاوته، مغز ما خود به خود ترس رو نشون میده. لبوبو دقیقاً توی این نقطه قرار میگیره. شبیه یه موجود با نمکه، اما با لبخندی عجیب و دندونای تیز و نگاهی تا حدودی ترسناک. در کل ترس از عروسک‌ها یه ترس رایجه، مخصوصا توی کودکی. خیلی از فیلم‌های ترسناک از همین سبک ترس، از همین ترفند ترسوندن استفاده کردن و اومدن بالا، مثل آنابل، مثل چاکی بود، اون عروسکی که قاتل بود، چاقو داشت، اسمشو یادم رفته، چاکی بود، چانکی بود، نمیدونم، حتما توی کامنت ذکر کنید، بگید اگه یادتونه شما. یعنی مغز ما دنبال تهدید میگرده حتی وقتی که خود تهدیدی وجود نداره، تهدید واقعی نیست. نسخه های اصلی لبوبو از مواد مرغوب ساخته شدن و هیچ خطری برای انسان ندارن، اما نسخه های تقلبی از مواد شیمیایی و مواد زیان‌آوری ساخته شدن که ممکنه برای انسان مضر باشن.
حتی من شنیدم بعضی از فروشنده های مغازه برای فروش بیشتر و جذب مشتریاشون داستانهای ترسناک و من درآوردی در مورد لبوبو میسازن که خریدار یا مشتریشون به اصطلاح بیشتر بشه. در واقع ترس از لبوبو بیشتر یه ترس روانی و فرهنگیه تا یه خطر واقعی. اگه تا اینجای ویدیو برات مفید بوده یا ترسیدی یا اطلاعاتی به دانشت افزوده شده، خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنی، یادت نره و یه کامنت برام بذاری که انرژی بگیرم. بریم سراغ بقیه‌اش. سال 2023 تو اندونزی خانواده‌ای گزارش دادن که دختر بچه‌شون بعد از گرفتن لبوبو دچار کابوس‌های شبانه شده. دختر میگفت لبوبو شبا باش حرف میزنه و درخواستای ترسناک و عجیبی ازش میکنه و میخواد کارهای عجیبی انجام بده. حالا ذکر کرده بود که میخواد پدر و مادرش رو بکشه. خانواده عروسک رو سوزوندن ولی مشکلات همچنان ادامه داشت. اما روانشناس تشخیص داد که دختر بچه دچار اضطراب شدید شده، نه تسخیر. سال 2022 هم تو روسیه نوجوانی لبوبو رو از دارک وب خرید، اما بعد از چند روز رفتارهای عجیبی از خودش نشون داد و توی دفتر مدرسهش نقاشی‌های ترسناک میکشید و بچه ها رو میترسوند، همکلاسی هاشو میترسوند. سال 2021 هم تو مکزیک فروشنده ای ادعا کرد که لبوبو باعث میشه مشتریهاش دچار بدشانسی بشن و بترسن و حتی همون فروشنده بعد این حرفا مغازش آتیش گرفت و خودش هم گفت که لبوبو نفرینم کرده. اما بعد بررسی های پلیس معلوم شد که آتش سوزی به خاطر اتصال برق بوده. ترس از لبوبو بیشتر از این که یه ترس واقعی و یه خطر واقعی باشه، یه به اصطلاح پدیده فرهنگیه. کلا مردم دوست دارن به چیزهای عجیب معناهای پنهان بدن. فضای مجازی هم این ترس رو بزرگتر میکنه و تبدیل به افسانه میکنه. لبوبو یه نماد مدرن از همون ترس‌های قدیمی انسان هاست، یعنی ترس از ناشناخته ها، ترس از تاریکی و ترس از بیجان. در کل لبوبو یه عروسک فانتزیه، اما ترسی که اطرافش قرار گرفته بیشتر از چیزیه که هست. آیا واقعا شیطانیه یا قربانی ظاهر عجیب و شایعات اینترنته؟ شاید هیچ وقت نفهمید، ولی یه چیزی رو خوب بدونید: ترس همیشه از ذهن ما شروع میشه و ریشه در ذهن ما داره. کلا میدونی منظورم چیه؟ تا حالا به این فکر کردی که به قدری که ما از جن و ما از ارواح و ما از چیزهای ترسناک که دیگه میترسیم، وقتی باش رو در رو شدی ازش فرار نکنی، چشماتو نبندی و با چشمانی باز، به قول سعید والکوور، خب با چشمانی باز تو دنبالش کنی، تو بری جلو. خب اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما ویدیو رو لایک کن، سابسکرایب یادت نره، زنگوله کناریشو بزن و توی کامنت ها برام بنویس اگه یه لبوبو داشتی شبا جرأت میکردی بذاریش کنار تختت موقع خواب. آره چرا که نه، من یکی نمیترسم، فوقش یه عروسکه، گوششو میگیرم پرتش میکنم بیرون از خونه. بهت میگم امشب صبر کن کابوس ببینی. بزرگ شدیم یه کابوس کیلویی چنده ها؟ شما کابوس میبینید بچه‌ها؟ البته من بعد فیلم های ترسناک ترکی که علاقه شدیدی هم بهشون دارم، فیلم های ترسناکشون مثل دابه، مثل سجین، اینا خیلی ترسناک بودن بچه‌ها از نظر من. منی که خوره ترسم، سبک ترسم، اینا واقعا برام ترسناک بودن و حتی هفته ها بوده انگار تسخیر شدم، رو در و دیوار جن دیدم، رو دیدم. و هر سوال یا نظری که داشتی و برام بنویس تو کامنت ها و از صمیم قلب یا با صمیم قلب میخونمشون. نمیدونم از صمیم قلب یا با صمیم قلبه، خلاصه با تمام
عشقی که بهتون دارم میخونم و جوابتون رو میدم. و یادت باشه بعضی از لبخندها فقط لبخند نیستن. تا دیداری دیگر، بدرود.